میخواد سرایش کربوان سلام علیکم. وعلیکم سلام. قلعشن خوب هستی؟ بخیر جان؟ یخشم اوه جور هستی لارا؟ جورت بخیر هستی؟ قربان شوم بگینه یکان بوتل نداری که بخوریم؟ بوتل چی؟ تو افغان خودم هستی؟ جانم مرگه ای کجاست لالا دیمزنگ هستی ما تو؟ نه دیمزنگ نیستیم، تاشکند هستیم، حساب خراب هستیم. دوقت زیاد خوردی تو یک افغان. نه امیال از دولمان حرکت کردم آمدم گفت کدام وزیر تیر میشه را بند از دیمزنگ تا شدم از موتر لالا. ایجا وزیر ایجا دیمزنگ نیست، ایجا تاشکند هست. تاشکند خود هستی؟ در کابل تاشکند که هست او کاکا؟ تو بگی یک شپک نمیخوری که بسیم. پس کی چیزا را بیخی شما نام افغانستان را بد کردید. نمیجام شما این کارا را در افغانستان هر چیز میکنی، اینجا هم کارا رو میکنی. حالی کجاست لالا تو گنگزگر برازن نه؟ یه تاشکند است، تاشکند. خارج هستی؟ ازبکستان تا آمدی تا والا نمیفهمی که در کجا هستی. در ازبکستان خو کلگی ازبکی میگن تو خو صحیح فارسی میگی لالا. ها؟ ما هم وطندار دست ما از کابل آمدیم. وضعیت لالا بسیار خراب است. تو بیشی اینجا بیشی. چی کنم لالا؟ بیشی تو اینجا. کدام بوتل نگه نیست اوستو کمیره دست تو سکو. چیه؟ اوستو کمیره اوستو. این چی است لالا؟ خو یک بوتله که خوردیم سه تا را چهار تا را خو نخوردیم لالا. اوستو کی را؟ چی گپ است منطقه تان میگه دوزی زیاد است؟ نه کی میگه دوزی است؟ امشب کدام جای دوزی نکرده بود؟ خانه شما در قلعه زمان خان است؟ نه خانه ما در کجا؟ قلعه زمان خان نیست. در کجاست لالا؟ این دنی میجه هستم. من اینجا در روسی خبر بودم دیگه وضعیتم بسیار خراب. اوستو کمیره دست تو سکو. کدام تای دیگه از این نداری یک مزه نداشت تلق بود والا دیگه بخون. اوستو این چی هست لالا؟ دیگه اوستو من برم برداو بیارم که کم با خود شوی. از کجا بیاری؟ من اعلان نتی هوا میری. دوستای عزیز تا که بیادر ما میاد دیگه ما اینجا شیشتیم یکی از هموطنای ما را گیر کردیم و سوژه ما قسم است که یعنی در اینجا ما فکر کنم در کابل هستم در حالت نیشه و یا میگن که تاشکند است یا کجاست و کجا نیست شاید همه تا بگوین خویی امیال همه تا گفت دیگه سوژه ما قسم است که من خدا نشم اندازم ببینم که عکس العمل افغانای ما در مقابل ما چی است و همچنان اگر کسایی که از بیرون آمست وارم یگان سوژه قرار دادیم مشکل نیست وارم میگه آمد خب تا بگیم بخیر بخیر در جاد بشی بخیر نگو بان که خواه هستم اومده بخیر در جاد بشی چی آوردی لالا؟ ما تو بگی اول چی هستی؟ یه اوستو که بگم او را بیار لالا خود چرا میبری تو برم کدام خونیشه نمیشه ما لالا بخور که کم با خود شوی چی میگی نشره حالا تو کی هستی لالا مرا چی رقم تو والا بخور که کم حلق گلون تازه شود بیخی مردار کردش ما نام افغانستان بد کردید چی مردار کردیم لالا بخور تو کلگی میخوره او داده مزنگ دیگه او میخوره دیگه شراب خونه میخوره حالا چی بود لالا؟ بخور تو بخور که کم یک با خود شوی نمیتون این کجاست لالا؟ من میرم پل باغمومی از کدام را برم؟ پل باغمومی میدین؟ ها
تو چه رقم بفهمانم من؟ چرا لالا؟ با خود هستی میفهمی من ترا چی میگم؟ نه او برن خب من در دیمزنگ هستم پل باغ مومی کار دیمزنگ کجا هستی؟ کابل؟ اینجا کابل نیست بیادرم. کجاست قربانت شم؟ دیمزنگ نیست حالی چرایی ترافیک دیمزنگ؟ نه لالا جان تو خوردی که دیگه با خود نیستی تو کابل تا فامیلی تاشکند فرق کرده نمیتونی؟ دی افغانان میرم یک سیم کارتک میگیرم برای نامزاتم که در اینترنت یگان گپ دیم لالا. نامزات گپ میزنی من چی بگویم ترا چرا کم بفهمانم؟ حالا تو خود دیمزنگ در ریاست ترافیک کار داری؟ نه خب تو افغان ماگه نمی باز من نشامت میدادم تو این کار میکنی شرمت بخوران بعد از همین مردم میگه ببینه چی خود بگوین کدام مردم او بیاره خب کلگی تیر بیر میشه افغان زیگه حالا من در کدام در خارج خونه استم او بیاره در اروپا هستم در کجا هستم تو خارج آمدی بیا در تطال و بخود صحیح بشی تو یکمه وزم تو از ما بخود که کم صحیح شوی وزم خراب است فامیلی نمیشه و قربانت شم وزم بسیار خراب است شباش که من پیسای ما چی کردم بس که شما بیخی مردار کردید چی حال انداختی تو از کابل در کدام هتل هستی در کجا هستی؟ در هتل نیستم خانه ما در دالمان است میرم او بدر اینجا تاشکند هست میفهمی نمیفهمی او بدر تو که وسایل بس سیاحت آمدی و چکر آمدی شما بیخی دیگه تمام روز بیخی بد کردیم نام افغانستان نشان مردم میان اینجا کار خوب میکنه شما نشان میکنید آره من نشان نکردیم لالا یک دونه بوتل خوردیم یک دونه بوتل خوردی خیلی نشان نیست چی هسته؟ و من میرم طرف خانیم در کردم کدام هتل هستی که ما برم در اونجا در اتاق در هتل برم در کجا من هست؟ خود خانه دارم جای دارم هتل چی کنم لالا من پدرم گفت که برو به یک سیمکار بگی بیا طرف خانه برو سیمکار او بعد تو در کجا زندگی میکنی من در دالمان مادرس نیست کدام چیز میزه نه در دالمان خانه ماست اینجا دالمان او بعد دالمان نیست اینجا فامیل تاشکند است در موترهای کوته سنگام که بشانی مرا صحیح تو بیخی مردار کردی والا شما نام هم افغانستان بیخی بد کردید چرا او لالا تو افغانستان تیلا نکن والا که استاد شده نمیتونی تو بای بخدا در خود میبودم والا تو زدن میرانم حالا در کجاست اتاق در کدام هتل هستی که من برمیتم نه هتل است هتل چی کنم او بیا در خانه دارم در می موترهای دی افغانان هم بشانی صحیح در کوته سنگیام بشانی صحیح حتما کوته سنگیام دالمان را داره فهمیدی؟ اینجا نیستم میگم کابل نیست که من ترا بشانم در موترهای کوته سنگی ها بدر تو میفهمی بگم نمیفهمی این کجاست لالا؟ تاشکند است تاشکند تاشکند در کابل که است او لالا؟ خارج است؟ خارج است مرا کی آورده خیلی او لالا من خواهید اقا خوردی که فامیلی نشه کردی خدا که نمیفهمی که ترا کی جا آورده ما والا ایران آدرس تبوک من ببرم دادم اونجا ببرم دادم سه چهار تن دیوالایم بود از نمی مرا دو تا را داد نال را گم کرده نه کل کار خمیان دیوال میکنم تو نمو لودا گم شده کجا هستن حالا من دیوالای کجا شما تلفنشان نداری؟ نه والا تلفنم هم در جوی افتیدن تو بدبختی شد حال خیلی من چه رقم کنم ترا؟ چی بتم ترا تو به حال شوی؟ ما چه مارا یگان سیگریتی نداری؟ نه من ترا چی میگم تو مرا چی میگی؟ من ترا میگم به حال شوی تو مرا میگی سیگریتی نداری؟ و ما گفتم یکم سر حال شویم نشه ما بپره وار نکنی قدیمت کرد ازی که به حال بیایی فهمیدی؟ چرا لالا ما چی گناه کردیم؟ آدم شده که اینجا سود کنی که این چیزایی تا حالا گناه ما چیست که تو مرکت سوتا میزنی؟ چرا این کارا؟ چرا میخوری همی هر چیزا؟ چرا نام افغانستان شما بد میکنه؟ چی نخوردیم؟ دو تا بوتل خوردیم 10 تا نخوردیم او به بوتل خوردیم از برای خدا
خواهشی کنم لالا والا وضعم خراب است مرا قایم بگی کجا ببرم تو را که من تو در موترهای چی بشن مرا تو بیا بریم یک تاکسی بگیریم من تو را برم در هتل باش همین چوبم فرزانم در هتل نمیرم لالا فرقت میزنم اگر نرفتی نه چرا میزنی لالا بیا کجا میبری مرا ببر لالا کوته سنگی از کوته سنگی خانه ما دارم اینجا نیست کوته سنگی بیا در کابل نیست که من تو را کوته سنگی ببرم دیمزنگ نیست تو بیا مال چاره تا میکنم تسلیم پلیس میکنم تاکم نام افغانستان شما نه پلیس کردم رو تو بیا نکن تو بیا اینجا پلیس در کجاست حالا من چاره تا میکنم تو بیا تو بگه خود تو نمیفهمی میگفتم نخواهیم این چیزا را نخوره نه بدن نام افغانستان آباد کرده شما دمی افغانستان خیر کار میکنین همیجا یکی ببینید تو نمیگه که تی افغانستان حالا اینی چی از دست این خواه است خواه تو بگو که کم با خود چوی تو حالا نمیرم من خوردم گنگ این را نخوردی پیشتر چی بوده دسته بوتل دیگه بود این از کجا شد خیر آقا این را خواه ما برات آوردم که بخوری یکم یک بال بیایی خواه حالی هم است بخو عوض بخو کرازی آدم نشه میشه تو باز که من میاوا بخورم موبایل ما تو نگرفتی لالا؟ نه من نگرفتیم نه بیا شما را موبایل ما بوده که نه پلیس سرت میخوایم او بده من نگرفتیم موبایل تا من تو را کمک میکنم که تو بری یک جای کم یک با خود چوی تو بیخی موبایل کته ما بوده لالا موبایل ما گرفتی والا که مار مدهنه ما کدام آدم الهی نیستم فهمیدی؟ چی کار هستی؟ چی کار هستی؟ ما چون دماندهی کار میکنم برو تو میزنم تباز نه چرا میزنی موبایل ما بود کمک میکنم تو جا آمدی فهمیدی موبایل ما بچه والا که بانم بطلانا موبایل ما چی شد خیلی؟ من چی خبر دارم من موبایل در کجا بودی؟ تو غفور نیستی؟ نه برو بیا برو بانم برو اید مکان تویت کمک کم نمیکنم برو چرا لالا؟ نیستی شما من تو را کمک می تو آمدی که موبایل ما گرفتی خیلی موبایل ما چی شد خانه کرده کی گفت بزنم او لالا موبایل ما بوده اگر نی باز مکرده می بوتل در فرقت میزنم نیلا دارید نیستم فهمیدی؟ چی رقم؟ سوتا میزنم برو موبایل ما بوده او بره گفتم که میزنم تو میزنم تا برو مانو چرا میزنی؟ تو یک آدم افغانستان بیخی شما بد کرده یک آدم نشه را میزنی؟ چرا نشه میگیری؟ کی؟ چرا خوردن هم میدونی خدا چی نمیدونی میخوری؟ اون شوالی کب داد مرا گو بگی کجا باشم دم شوالی کب کجا؟ ما چمون در جوی افتیده بود در لوشاون در جوی بغل باغواش در اینجا چه رقم آمدی تو اینجا را؟ در اینجا اون نفر مرا در پشت خود گو بیا این طرف که موتر میزنه دمی بغل گیشی تا که سرحال شویم باز ما گفتم باشین اینجا هفته است که کمک اگر سر شویم خب بیا تو بیشی تو بیا موبایل ما خوب بچه او تو بیشی اینجا که یکم چی کنم مال کرد تو؟ من موبایل ما خیر بگیری نه سی موبایل خودم از باش مسنگ ده من دیوال ما یک چاره که نبرد من دیوالای تازه اینجا؟ بله تمیم جان جور بخیر جان جورت بخیر هستی ساعت خوب حالا دمی پارک ششتگی بودم اینجا یک دانه افغانم آمده فهمیدی نمیفهمم چی خورده بیخی وضعیتش خراب است چه رقم کنیم کجا ببریم میرم نه زیاد بیخی زیاد خوردم ما برش آوردم ما چیزا داده میشه فهمیدی هیچ خدا گرفتن نمیتونه چپه میشه این حال ما چطوری لابتم ده اینجا غفور زبانش هم نمیفهمم که ما ایره فهمیدی نه نمیشه لالا ما چه رقم یه لابتم گیرم اینجا دو سه نفر بگن دیوالایش برش دارک بودن غفور رو بگرده بگو دارن سنگی میرم تو گپای اخناق میزنم فعلا در دیمزنگ نیستیم؟ نه تو صبر که نه با پلیس بتیم فهمیدی نام ما بعد میشم ایسایی که افغانی ها فهمیدی اینجا خرابی میکنن یک رقم کنم کاری یکمی با خود شوم او آوردم برش او دادم میشه فهمیدی چی کنیم میشه حالا اگه فهمید خب حتی همجا باش ما یک تکسی میگیریم گفتم یاره میشه فهمیدی برو صحیح فعلا
پدر رو مثلا آه بخیر بریم بیا بیا کجا میبری بیا. لا موبایل هم خبر تو بیا میدم کل چیز تا میدم موبایل هم مگم دمو جوی افتیر بخیارم ای تو میگی که موبایل ما تو گرفتی خب من بیا. خود نیستم لا بیا من لا میبرم تا خیر تو باشی حالی کجا اصلا لا راست بگو گمش کن با خود هستی نه او بیدر من تاشکن از بیادر تاشکن خارج است آه بیا تو بریم خیلی خارج کس لالا ما از اونم کابل آمدیم اونجا دوربین مخفی بودم را چوخی داشته خدا کنه که از ما سرده نشده باشی تشکر از همدردی و همکاریت واقعیت که خوش ساختی ما را تشکر از این که آوردی و پیام خوب تقدیم بیننده شد خوب موضوعات یاد کردی و او دوستتان با زنگ دی بگو نه بیا مشکل حل شد دیگه یک پیام تقدیم کو برای کسایی که خودت میبینه و اینجا برای چی آمدی او را باز پسان بگو پیام همی است خوش شدیم که خودت اینجا دیدیم قربانت با عزت باشی بسیار من جگرخون شدم که یک افغان ما چطور به این رقم خیر ببینی شکر که خودت تو رقم واقعیت نبود ما نفهمیدم ببخشی اگه من کدام گپ زشت زده باشم خواهش میکنم با عزت باشی دیگر و پیامت بر جوانا که اینجا میان این کارا را نکنن که باز پیام همی است و جوانا لطفا بیادران فهمیدی وطندارای اینجا که میاین همین نام افغانستان را بد نکنین دقیقاً بخیر باشی سلامت باشی خدا نخواسته نگوین که فهمیدی مردم افغانم اینی رقم آدم خیر زنده باشی و یک جنبه دیگه چی بود که ما هر برنامه را که اینجا ثبت میکنیم میخوایم احساس افغانای خود در مقابل یک هموطنش نشان بدیم و تشکری میکنم از خودت از احساست که آوردی برای ما و تا مرا گفتی میبرم در اتاق خود بر رفیقت زنگ زدی زنده باشی با عزت باشی انشالله دیگه افغانایی که اینجا هست وارم ما کوشش میکنیم پیدا کنیم همراهشون برنامه داشته باشیم سلامت باشیم خوش شدیم از دیدنت مهربانی یک افغان ما را خودگیر کردیم دیگه دیدین احساسشام و عکس العملشام خدا کنه که کلتان در کشور دستیاری با یکی دیگه تان بتین در حالتهای مشکل دیگه نمیفهم که چی باید کرد ما منتظرم یک دوست ما هستیم که یگان چیز برای ما بیاره برنامه را شروع